سلام، خوش اومدین به دیجیتک تولز. تو این ویدیو که در واقع قسمت دوم از ویدیوی آیلتس کامپیوتری هست، بخشای ریدینگ، رایتینگ و آزمون ماک رو براتون به طور کامل توضیح میدم. فقط قبلش چند تا نکته رو بگم. اول اینکه چند تا از دوستان بعد از دیدن ویدیو قبلی پرسیده بودن نمره خودت چند شده. من همونطور که گفتم فرصت خیلی کمی داشتم. شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر سر کار بودم و زمان خیلی کمی برای درس خوندن داشتم. کلا هم حدود 1.5 ماه وقت داشتم، ولی اوورال 6.5 شدم که با توجه به وقتی که گذاشتم خیلی خوب بود و کاملا راضی هستم. البته کمک‌های استاد زبانم هم خیلی تاثیر داشت که تو این وقت کم بتونم نمره نسبتا خوبی بگیرم. دوم، راجع به ثبت نام پرسیده بودین که پروسش چطوریه. ثبت نام رو تو سایت هر کدوم از مؤسسه‌ها که برید کامل توضیح داده، ولی در کل اینطوریه که اول تو سایت سنجش یه ثبت نام اولیه می‌کنید، بعد تو سایت خود IDP اکانت می‌سازید و مؤسسه و روز و ساعت امتحان رو انتخاب می‌کنید. بعد یه تایمی بهتون میده که پرداخت رو انجام بدین که این کار رو مؤسسه مورد نظر براتون انجام میده. مثلا آیلتس تهران اینطوریه که پول رو به حسابشون واریز میکنید و بعد از ارسال رسید و مشخصاتتون به ایمیل مؤسسه، اونا ثبت نام رو براتون تکمیل میکنن. نگران تایمش هم نباشین. سایت IDP حالا میدونه که شرایط تو ایران چجوریه و فرصت کافی برای پرداخت رو بهتون میده. اینجوری نیست که چند دقیقه یا چند ساعت بشه. فکر می‌کنم 1-2 روز وقت دارین. 3. در مورد استاد زبان پرسیده بودین. من پیج اینستاگرام استاد خودم رو توی دیسکریپشن میذارم براتون. امیدوارم که براتون مفید باشه. ریدینگش خیلی جالبه، خیلی بهتر از پیپر به نظر من. حالا من پیپر ندادم، ولی خب بالاخره پیپر کاغذه دیگه. یه پاسخنامه دارین، یه دونه برگ سوال دارین. حالا بعضیا مثلا خیلی خوشحالن که اونجا میتونن خط بکشن، نمیدونم نکته بنویسن، از این کارا کنن. به نظرم خیلی چیز مهمی نیست. اولا که کاغذام بگم، یه کاغذ اونجا بهتون میدن، همون وارد که شدیم مدادم که گفتم هست، میتونین هر چی میخواین نوت اینا بردارین، ولی این کاغذ تا آخر ریدینگ با شماست. موقع ریدینگ کاغذ رو جمع میکنن، واسه رایتینگ یه کاغذ جدید بهتون میدن که حالا نتونین مثلا چیزی بنویسین واسه رایتینگ آماده کنین. ولی کلا حالا حتی اگه کسی هم بخواد نوت برداره، گفتم هایلایت که شما مثلا تو ریدینگ رو داری میخونی، یه جای مهم تیترای مثلا مهمش یا نکته‌های مهمی که مثلا فکر میکنین که اینا ممکن اهمیت داشته باشه که میتونین همونطور که گفتم کلیک چپ کنید رو متنی که میخواید، اون تیکه که میخواید بکشید. وقتی دکمه رو ول میکنید منو باز میشه، دکمه هایلایت رو بزنید. یه نوت هم اون وسط اونجا واسهتون هست، حالا جدا از اینکه میتونید دستی بنویسید، یه نوت هم اون بغل صفحه سمت راست تو اون منو تولبار کوچیکی که گفتم هست دارید، اونجا میتونید نوت برداری کنید. عرضم حضورتون که یه جالبی که داره قسمت ریدینگ اینه که صفحه به 2 قسمت تقسیم، 2 تا پارت چپ و راست میشه. شما میتونید که در واقع در سمت چپ سوال رو میبینید، سمت راست جای جواب دادن هست، صورت مسئله و پاسخنامه در واقع تو 2 تا قسمت میاد. نمیخواد که هی بالا پایین کنید کل صفحه رو، مثلا تو متن هستین، مثلا یه متنیه که چه میدونم 7-8 تا تاپیک داره، مثلا هی تیکه تیکه پاراگرافای کوتاه داره، بعد سوالا زیرشه. اینجوری نیست که مثلا سوال بخواید هی دوباره بخواید اسکرول کنین بیاین بالا دوباره بریم پایین، اصلا اذیت بشین وقتتون گرفته بشه. خیلی راحت. معمولا هم مثلا پارت هم هست دیگه، اون پارتی که تو داخلش هستین با یه کوچولو اسکرول تقریبا همشو میبینین سمت راست. سوالای در رابطه با اون پارته که سوالا هم حالا دیگه بستگی داره که مثلا اگه از اینایی باشه که بخواین تایتل انتخاب کنین، مثلا میگه که برای پاراگراف 1 مثلا کدوم یکی از این از A تا مثلا G مناسبه، که خب اونجا دکمه داره میزنین، گزینه انتخاب گزینه است در واقع. خیلی راحته، اصلا خود تایپ هم کنین. جایی که میگه با 1 مثلا کلمه کامل کن، که خب اونم باز که گفتم میتونین یا کپی کنین یا تایپ کنین. یه جایی درگ اند دراپ داره، اونو کلمه‌هایی که هست رو بعد بگیرین درگ کنین بندازین توی اونجا. اونم باز اصلا چیز سختی نیست. بخواین ورش دارین دوباره از جایی که گذاشتین، مثلا پشیمون شوین ورش میگردونین میبرین بیرون که کلا حذف میشه، یا میندازین توی یه جای دیگه که فکر می‌کنین درسته، یا اگه یه کلمه جدید بیارین اون میره، اون کلمه جدید میشینه جاش. خیلی یوزر فرندلی و
راحت، اصلا چیز مثلا عجیب غریب و سختی نیست که بترسین که الان مثلا سخته یا چیکار کنم. نه، هر کی دیگه در خیلی ابتدایی با موبایل بتونه کار کنه با این سیستم هم میتونه کار کنه، اصلا چیز سخت و پیچیده‌ای نداره. توی بخش ریدینگ که هستین دیگه خب به اون هدفون نیازی ندارین، کلا بعد از لیسنینگ دیگه به هدفون اونجا نیازی ندارین. حالا بعضیا چیز میکنن اون گوشگیرا رو که میذارن هدفون هم میذارن روش که دیگه مثلا خیلی ایزوله بشه، هیچ صدایی نشنون. بعضیا مثل من نه، خب اون چیز هدفون رو گوش هم باشه، همین که مثلا فشار میاره به بین گوش و عینک هم خودش درد میگیره این قسمت گوش و در واقع سرم، همین که اصلا عرق میکنه، گوش گرمه، اینا یه چیز سنگینی رو سر آدمه. من خودم درش آوردم، خیلی واسم مهم نبود. توی بخش ریدینگ هم خیلی سر صدا نمیاد، کسی به اون صورت چون تایپ نمیکنه صدای خاصی نیست و با همون ایرپلاگا که هست، همون گوشگیرا، کارتون راه میفته. زمان ریدینگ 1 ساعته، با اون حالت در واقع پیپر فرقی نداره و شما آزادین بین اون پارت‌های مختلف ریدینگ حرکت کنید که در واقع زمان بندی نداره که مثلا بگی مثلا 20 دقیقه تموم شد بعد بری پارت بعدی یا نه. میتونی اولشو بذاری آخر بزنی، آخری رو اول بزنی، هر کاری دوست داری میتونی تو 1 ساعت با ریدینگ انجام بدی، اصلا محدودیتی نداره. ولی باز همونطور که مثل بخش قبل بود بعد وایسی تا زمان کامل تموم بشه و بعد دکمه حالا فینیشو بزنی و اون پارت هم تموم میشه، میره تو اون صفحه اصلی دیگه. میمونه یه قسمت رایتینگ که آخرین تسکیه که میخواین امتحان بدین که اونم باز دوباره 1 ساعت وقت داره. فیلمشو نگاه میکنین و کانفرم میکنین و میرین توی رایتینگ. اینجا که همونطور که گفتم تو این قسمت کاغذاتون رو جمع میکنن، کاغذ سفید جدید بهتون میدن. رایتینگ هم که خب 2 تا پارت داره دیگه، حالا خودش مثلا اون میگه که بهتر که 20 دقیقه رو بذارین واسه پارت اول و حداقل 150 کلمه بنویسین، 40 دقیقه هم قاعدتا واسه پارت دوم 250 کلمه و باز آزادین که تو این 1 ساعت بین این 2 تا پارت جابجا بشین. هر چی که میزنین سیو میشه در جا، اصلا نگران نشته باشین که مثلا وسط کار یکی رو مثلا دیدین الان ذهنتون آمادگیشو نداره میرین تو پارت بعدی دوباره برمیگردین، هر چی که نوشته بودین میمونه. خب پرچالش ترین بخش در واقع امتحان کامپیوتری همین رایتینگشه، چون دو تا بخش قبلی که گفتم اصلا خیلی فرقی حالا خاصی نیست، حالا بجای رو کاغذ باشه روی LCD دیگه، تایپ خاصی هم قرار نیست شما بکنید و در واقع میگذرونش میره. ولی خب چیزی که همه ازش میترسن و داستان اصلی در واقع این CDILS همین بخش رایتینگه که دیگه همه میگن که وای من چجوری تایپ کنم، سرعت تایپم خیلی کمه، من نمیتونم از پس این بر بیام و برم خلاصه ترکیه یا دبی امتحان پیپر بدم. ببین حالا من که خودم همونطور که گفتم خب سرعت تایپم خوبه، دو دستی تایپ میکنم، از نوشتنم سریعتره، واقعا اصلا چالشی خیلی رو این قضیهش نداشتم، مخصوصا بعضی که ماکو دادم دیگه خیالم راحت شد. ولی حالا میخوام راجع به اونایی بگم که کمی واسهشون سخته و میترسن. اولا که یه ماک بدین، اصلا حالا ماک که دیگه قیمتی هم نداره، مثلا حد اکثر 1 میلیون کمتره، 900 تومن 800 تومن بسته به اینکه فیدبک داشته باشه دیگه. ببین بدترین حالت 1 میلیون ماک رو بدین اونجا ببینید چی میشه. فوری مثلا چیز نکنید که اصلا من نمیتونم اینو، چون شما الان هر کی که گوشی هوشمند داره جای حروف خلاصه میشناسیم دیگه. شاید حالا مثلا یکی اینجوری انگشت تایپ کنه، یکی 10 انگشتی تایپ کنه، ولی دیگه نمیخواد مثلا فکر کنیم که مثلا پی کجا بود، مثلا ام کجا بوده. میدونی که سریع میرین اونجا، حالا یا اینجوری تایپ میکنین یا اینجوری تایپ میکنین. نکته ای که از شما میخواین 250 کلمه واسه اون پارت و 150 کلمه این پارت، 400 تا کلمه حالا بگیم شما خیلی بخواید پرپیمون شه 500 کلمه تایپ کنین. 1 ساعت وقت دارین، اصلا اونجوری نیست که مثلا بگی که نه نمیرسم، هی مثلا سرعت تایپم پایینه، مگر اینکه دیگه مثلا هی مثلا بخوای الکی یه چیز بنویسی هی پاک کنی، مثلا از اول بنویسی. اون کسی که اونجوری باشه تو پیپر هم به مشکل میخوره، چون اونجا میخواد بنویسه هی پاک کنه، هی خط بزنه، نمیدونم این کارا کنه، اونجا هم داستان داره، اونجا هم نمیتونه از پسش بر بیاد. پس این کسی که تو ذهنش میدونه که چی میخواد بنویسه و اینا راحت تایپ میکنه. بعد مثلا شما واقعا
خیلی مثلا یک کلمه دو کلمه در دقیقه میخوای تایپ کنی، اصلا سرعت بالایی نمیخواد، چون حجم چیزی که میخوای بنویسی کمه. یک کتاب که نمیخوایم بنویسین، یه نامه کوچیک و نمیدونم، حالا رایتینگ مثلا جنرال که اصلا خوب دیگه هیچی، حالا رایتینگ مثلا اکادمیک یه کمی شاید مثلا چیزتر، ولی در حال اونم تعداد کلمه ها همینه، نمیخواد مثلا مقاله بنویسیم مثلا بگی که چند صفحه من میخوام تایپ کنم. برای همین اصلا این مهم نیست این قضیه و حتما ماکرو بدین، میبینین که اصلا اونجوری نیست. یه چیزی که هست توی قسمت رایتینگ که میشه یهو تایمر که شروع میشه هنوز طرف سوالو نخونده اینا، واقعا همون اصلا اون مثلا ثانیه اول به جرأت بدون اغراق میگم از ثانیه اول شروع میشه. حالا مثلا 20 نفر هم اونجا نشستیم دیگه، هم کنار همه. نمیدونم اول ویدیو گفتم یا نه، سالن جلسه هم مثل کلاس های زبان هست که استیشن بینش هم شیشه هست، شیشه ماته. یعنی شما اینجا روی صندلی نشستی، نفر یکی این ورته یکی این ورته، بینتون شیشه هست، یه میز راحت و خوبه، یه صندلی خوب مثلا این صندلی منه در همین بود، فقط پشت سری رو نداشت و اصلا خیلی اوکی و چیزه، ولی نزدیکین به هم دیگه، نمیبینین چون شیشه ماته ولی نزدیکین و این صدای تایپ دیگه اینجا میاد. حالا گوشگیرا رو که میذاره که خب خیلی کمک میکنه، ولی باز اگه مثلا حساس باشی دقت کنی میشنوی. یا یه سری اصلا هی میخونن مثلا چیز، مثلا بغل دستی من تو ریدینگ همینجا هی داشت حالا مثلا پچ ولی میخوند از روی متنش. بعضیا میره رو مخشون، یا مثلا میتونین نوت دستتون بگیرین بالا بگین که بهش تذکر بدن، چون حق نداره که بخونه بلند. ولی حالا من مثلا مهم نبود دیگه، مثلا بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه دیگه سعی کردم که مثلا بهش توجه نکنم. ولی این تایپ کردن یه کمی واقعا اذیت کننده است، مخصوصا این که میگم از ثانیه‌های اول همه شروع میکنن انگار که توی مثلا تحریریه روزنامه مثلا مثلا روزنامه 100 صفحه‌ایه که مثلا میخواد هر روز مثلا دارن همه تون تایپ میکنن که برسه به مثلا چاپ نشستی تا همه مثلا شروع میکنن تایپ کردن. اصلا توی مرحله استرس نگیرین، چون من تو ماک واقعا یهو ترسیدم، گفتم مثلا من فقط نوشته بودم مثلا قسمت پارت اولام بود نوشته بودم دیر سر مثلا اور مادام، انتر رو زده بودم، داشتم فکر میکنم که چی مثلا، بعد اینا با یک سرعتی دارن تایپ میکنن. حالا خب درسته 20 نفرن مثلا صدا رو هم میفته زیادتر از واقعیت شنیده میشه، ولی خب بغلیامو که قشنگ میشنیدم میدیدم که دارن با چه سرعتی مینویسن. این مونده بودم خدای دارن چیکار میکنن. بعد که تو حالا ماک تمام میشه، نمره در واقع لیسنینگ و ریدینگ رو همونجا میزنه، بعد فقط رایتینگ و اینشه چند روز بعد میاد. بعد مثلا دیدم 2 و 3 شده بودن، مثلا با کسی که حالا 2 و 3 میشه قطعا رایتینگش هم 9 نشده و اصلا دیدم چه الکی من ترسیدم، مثلا فکر می‌کردم اینا الان چه شاخهای مثلا زبانن همشون در حد 8 و 9 دارن اینجوری تایپ میکنن. نه، شما خیلی با آرامش کار خودتون رو بکنید. مهم اینه که اون چیزی که میاد تو ذهنتون اولی بهش فکر کنید، بعد بنویسین. الکی ننویسین که مثلا 5 خط بنویسین بعد تازه پاکش کنی، مثلا ببینی که چرت و پرت نوشتی از اول بخوای شروع کنی. قشنگ وقت بذاریم به سوال فکر کنی. 1 ساعت وقت داریم، وقت کافیه. باز خوبیه حالا خوبیه رایتینگ چیه؟ خوبیه رایتینگ اینه یک تایمر که خب مثل بقیه بخشا هست، دقیقه به دقیقه، اون 3 دقیقه آخرام با ثانیه بهتون میگه. یکی از بزرگترین مزیت‌هاش به نظر من اینه که ورد کانتر داره، یعنی شما هر کلمه‌ای که تایپ کنین خودش اون زیر براتون حساب میکنه، مینویسه که تا الان مثلا 5 کلمه نوشتین، 10 کلمه نوشتین یا مثلا 150 کلمه نوشتین. خب این خیلی امتیاز بزرگیه تا مثلا رایتینگ دستی که توی باید بشینی مثلا بشماری چند تا نوشتی. بعد یه چیز خیلی مهمتر آقا، مثلا من در واقع مثلا پیش اومد، من از این سالایی بود که نظر دوتا مثلا نظر مختلف بود، گفته بود راجع به اینا بحث کن، تاش نظر خودتو بگو. من یه پاراگراف راجع به این نوشتم، یه پاراگراف راجع به اون. بعد یهو دیدم که مثلا چه بهتره که این دومی اول می بود. این در از فکر کنم 3 ثانیه پاراگرافو کپی کردم، کنترل سی، رفتم اون بالا کنترل وی، این زیر هم پاک کردم، یه دیلیت زدم همش رفت. یعنی در کسری از ثانیه شما هر کاری که اراده کنی انجام میدی، هر چی بخوای از هر جا کپی میکنی، کل پاراگرافتو جابجا میکنی، نمیدونم کانکلوژن رو میبری توی اول مثلا انشات مینویسی، اولشو مقدمه رو میاری توی کانکلوژن مینویسی، اصلا هر کاری دلت بخواد میتونی کنی.
خیلی ترتمیز پاراگراف بندی تو میکنی، نه بدخطی نه چیزی، خیلی راحت و خوبه، یعنی اصلا نترسیم واقعا. و میگم تنها راهش هم اینه که حالا مثلا آدم بالاخره میگه شما 7-8 میلیون پول آزمونه مثلا الکی نرم بدم خراب شد، نه برید یه دونه ماک بدین، حالا قیمتش هم دیگه اونقدر قیمتی نداره، پول در بهمن 1402 پول 2 تا پیتزا و مثلا نوشابه و سیب زمینیه. ماک رو بدین و خیلیتون راحت باشه. به نظر من 99% کسایی که میترسن از این قضیه اشتباه میکنن و اصلا ترس نداره، خیلی هم چیز راحت تر و بهتر و بی درد سرتریه. رایتینگ هم دیگه مثل بقیه پارت ها، بقیه در واقع سیکشن ها، بعد وایسین تا وقتش کامل تموم بشه. وقتش که تموم شد اوکی میکنید و از اون بخش میاد بیرون و دیگه میاد تو صفحه اصلی دیگه 3 تا پارت اوکی شده و میتونید دکمه اگزیتش رو بزنید. همه چی هم سیف شده، خیالتون هم راحت و هیچ مشکلی هم نیست. فقط یه نکته هست، چون که همه با هم شروع نمیکنن دیگه، مثلا یکی فیلمشو مثلا میبینه یه 30 ثانیه صبر میکنه بعد استارتو میزنه، یکی بلافاصله میزنه، یکی 2 دقیقه صبر میکنه. تا خود اون برگزار کننده های امتحان سعی میکنن که همه رو با هم هماهنگ کنن، ولی به هر حال 1-2 دقیقه تولرانس این بین هست دیگه، چون تو هر پارت هم که تمام میشه خب یکی مثلا مال یه ذره چشمشو ببنده، یه استراحت مثلا 10-20 ثانیه‌ای کنه بعد بره پارت بعد، چون دست خودتونه، اون خودش اتوماتیک نمیره تا شما نزنی نمیره، یعنی شما 10 دقیقه هم نزنید هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب میگم اگزامینر سر ساعت که میشه میاد چک میکنه دیگه، کسی اگه تموم کرده باشه بیکار بشینه خودش واسش میزنه و میگه برو پارت بعد، استراحت بسته. ولی خب دیگه تاش 2-3 دقیقه ممکنه که این آخر کار اختلاف داشته باشن همه با هم، شما باید بشینید سر جاتون تا همه تموم کنن. همه که تموم کردن در واقع اجازه بهتون میدن که بلندشین برین و خیلی حالا این سیستم برگزاری آیلتس تهران خوب بود، خیلی برگزار کننده ها محترم مؤدب، خیلی خوش برخورد، اصلا استرس به آدم نمیدادن، خیلی همه چی خوب بود. شکلات مثلا کیت کت میدادن، شکلات خارجی میدادن، آب مدنی از این ظرف شیشه‌ای ها بود خیلی خوشگل، یه جام دادی بود که اینا توی کیسی هم خیلی مثلا شیک و ترتمیز چیده شده بود اونجا. اونطور که گفتم میگم LED خیلی خوبی بود، مانیتور خیلی خوبی بود، با کیفیت بود، بزرگ بود، کیبورد و ماوس خوبی بود، از این ماوس‌های سایلنت، صدای کلیکش اصلا اذیت نمیکنه کسی رو. و اون جام دادی رو هم آخر کار گفتن به عنوان یادگاری ببرین، حالا جام دادی رو هم گرفتیم و میگم همه چیز خوب بود، واقعا استاندارد و درست حسابی بود. من که راضی بودم و به هر کسی هم باشه، حالا چون دوتا رو تجربه ندارم ولی توی این نقصی ندیدم که بخوام اینو معرفی نکنم و این سیستم رو طبقه مؤسسه رو حتما معرفی میکنم. زمان که تموم شد اون 2-3 دقیقه که گذشت خب اجازه بلند شدن بهتون میدن و دیگه تموم میشه، بلند میشید، یک کدی روی چیز هست در واقع اسمتون و شماره داوطلبیتون رو نوشته روی اون شیشه بغلتون چسبوندن، اونو که دیگه میتونید به خودتون ببرید، نیازی هم نبود بهش. و باز یه خوبی دیگه که داره ظرف 3 روز، حالا میگن 3 تا 5 روز ولی واسه من دقیقاً 3 روز بود، هر کی من پرسیدم 3 روز اومده نتیجهش میاد که این خیلی خوبه دیگه، نمیخواد یه هفته وایسین تو کف بمونی که حالا قرار چی بشه. 3 روز نتیجه میاد و هم رو سایت IDP هست هم رو سایت اون مؤسسه هست. بعد دیگه کارنامه پرینت شده اگه بخواید میتونین برین بگیرین خودشون، اینجوری که میگفتم به 20 تا دانشگاه هایی که این فرمت آنلاین آیلتس رو ساپورت میکنن رایگان براتون میفرستن نتیجه رو، یعنی دیگه شما نمیخواد کاغذ بردارین اسکن کنین و ایمیل کنین و اینا، خودشون آنلاین اینو براتون انجام میدن. یه پلتفرمی از ظاهرا که ارتباط بین دانشگاه ها و این مؤسسه IDP است و خلاصه همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه و بلند میشین میرید دنبال زندگیتون. یه توضیح کوچیک هم راجع به ماک بدم که خیلی مهمه، واقعا ماک خیلی مهمه. ماک اگه حالا به صورت اصولی و درست برگزار بشه در واقع تا حد زیادی نمرتون رو میتونه تخمین بزنه. واسه خود منم تقریبا همین بود، جدا از اینکه یاد گرفتم که چه کارهایی نکنم و چه کارهایی بکنم و اینها، خیلی مفید بود این قسمتش. تقریبا نمره همون شد، حالا اوورال هم همون شد، شاید مثلا یه اسکیل نیم نمره رفت پایین، یعنی اسکیل نیم نمره اومد بالا، ولی اوورال همون شد و یعنی دقت خیلی خوبی داشت ماک آیلتس تهران. حداقل شبیه سازی اون سیستم کامپیوتریش 80-85% شبیه سیستم اصلی بود، ولی سیستم اصلی همونطور که گفتم خیلی یوزر فرندلی تر و
باحال‌تر و مثلا روون‌تر و خوشگل‌تر بود. اون یه کمی ساده و چیز بود که ظاهرا سیستم قدیمی کامپیوتری اون بوده. این سیستم جدیدی که الان 1-2 ماه ران شده رو کسی به صورت دمو نداره. میگم هیچ ویدئویی هم ازش پیدا نکردم، ولی خیلی راحت تره. یعنی اونو شما اوکی باشین، با اینم قطعا اوکی هستین. ماک رو حتما ثبت نام کنین. حالا من 2 هفته قبل از امتحان اصلیم دادم، بیشتر واسه اینکه ترسم بریزه، استرسم بریزه و با سیستم آشنا بشم. اسپیکینگش که خب باز فرقی نمیکنه، چون اسپیکینگ ماک هم شبیه اسپیکینگ واقعیه، یعنی فرق میکنه، با یه آدم باید صحبت کنین. ولی اون 3 تا اسکیل دیگه‌اش صورت خیلی زیادی، همون 80% که گفتم شبیه امتحان اصلیه. زمانبندیش همه چی همون جوریه. حالا مثلا تو سیستم اینا درگ اند دراپ رو میگفت ما نداریم. مثلا درگ اند دراپ هم شما باید تایپ کنی یا کپی پیست کنی. تو سیستم تو امتحان اصلی درگ اند دراپ هست. بعد اون که درگ اند دراپ رو فقط باید درگ اند دراپ کنی، نمیتونی تایپ کنی یا کپی پیست کنی. اصلا چیز مهمی نیست. خب درگ اند دراپ که راحت تره، نباشم باز آدم کپی پیست میکنه، اصلا اینا داستان نداره. و توی ماک دیگه نکته‌ای که بخوام بگم، میگم این چیزی که واسه خودم پیش اومد همون اول کار، خب من تازه نشسته بودم پشت سیستم. اولا که تو ماک دیگه اون فیلم‌ها نبود. اول میشستیم همه با یه اسکرین بزرگ، مثلا همه با هم یه جا دیگه میشستیم و فیلم آموزشی توضیحات و اینا رو میدیدیم، بعد میرفتیم سراغ سیستمی که می‌خوایم باش امتحان بدیم، لاگین می‌کردیم. بعد یهو میرفت تو امتحان اصلی دیگه، میرفت تو لیسنینگ مثلا پارت 1 شروع میشد. تست صدا و فلان اینا اصلا نداشت اونجا و یهو با یه صدای خیلی بلندی که در دیگه خرخر میکرد و دیستورشن داشت مثلا پخش شد که خودش باعث میشد که آدم تمرکزش هم بخوره. مثلا شروع کرد رفت جلو و اینا، من هی زیر چشی مثلا حواسم بود، حالا هم داشتم گوش میکردم، هم مثلا زرنگی کنم و ببینم که چجوری صدا کم شه. اول که فکر کردم چون از این هدفون رو گوشی بزرگ بود، مثلا گفتم شاید یه چیز فیزیکی داشته باشه، یه والیوم فیزیکی داشته باشه. هی به سیمش دست دادم اینا، خود همینا حواسم پرت میکرد. باز مثلا همچنان فکر میکنم خیلی زرنگم دارم گوش میکنم. بعد نگاه کردم روی اسکرین ببینم جایی چیزی نداره و اینا، تو منوهاش داشتم نگاه میکردم و خلاصه پارت 1 رو زدم. 2 تا کلمه رو با اجازهتون جا انداختم، یعنی نتونستم بنویسم چون همش حواسم پرت بود. دیدم که اونور سمت مثلا چپ چیز یه دونه از این بارا داره که کم و زیادش میکنه و خیلی راحت میشد کمش کنم. که از پارت 2 به بعد دیگه صداشو تنظیم کردم، اوکی بود. ولی همون که اون 2 تا کلمه رو جا انداختم، هی استرس داشتم که مثلا بیار میگفت که خب حالا الان وقت دارین که سال مثلا 20 تا 26 رو بخونین. بعد من مثلا به جای که بشینم سالا رو بخونم، گفتم تا برگردم ببینم اولیه چی بود میتونم بنویسمش. حیفه مثلا. اصلا این کارو نکنید. مهم نیست اون 2 تا از دست بدین، بهتر از اینه که کل این بقیه رو هم خراب کنید. حتی من اونجوری نبود که کلش رو خراب کنم، ولی واقعا شاید 3 تا سوالو حداقل 100% بلد بودم و به خاطر اینکه حواس پرتی بود و دیگه دنبال کارهای دیگه رفته بودم از دست دادم. یکی همین که اون 2 دقیقه رو به اون فکرم نگفتن که آخرش 2 دقیقه وقت داریم. من فکر می‌کردم تا تموم شه پارت 3 رو که خوند مثلا 30 ثانیه بعد، پارت 4 رو که خوند 30 ثانیه بعد تموم میشه، که اینجوری نبود. 2 دقیقه وقت داشت و خب اصلا اون موقع قشنگ میتونستم برگردم، حالا اگه چیزی به ذهنم برسه یا شانسی بخوام بنویسم، اگه نه هم که هیچی دیگه برم بقیه‌شو یه نگاهی بندازم چیزی خالی نمونه. توی اون ماک هم دوباره همونجور شماره سوالا اون پایین میاد، شما میتونین راحت جابجا بشین. سوالی که نزده باشین زیرش خط میکشه یا رنگش عوض میشه. سوالو میتونین هایلایت کنین، متنو میتونین هایلایت کنین، تمام امکاناتو دارین. بین اسکیل ها در واقع بین ریدینگ و لیسنینگ و رایتینگ نمیتونین جابجا شین، هر کدوم تایم خودش رو داره. عرضم حضورتون که ولی تو اون مثلا 1 ساعتی که روی ریدینگین هر کاری بخواید میتونین کنین. ریدینگش دوباره همونجوری صفحه 2 تا بخش میشه. بخش سمت چپ سوالاست، متناست، سمت راست سوالا و جای جواب دادنشه. در واقع ایناش خیلی شبیه. عرضم حضورتون که توی بخش رایتینگش هم که همون ورد کانتر رو داره، ساعت رو داره، همه چی رو داره. مثلا اون قابلیتی که اسکرین رو مشکی کنی با سفید، مثلا نوشته سفید رنگ یا زرد رنگ باشن رو نداشت، یا تغییر سایز فونت رو نداشت. مثلا من فونتم رو مدیوم گذاشتم، یه سایز بزرگ کردم، قشنگ راحت از 2 کیلومتری هم خونده میشد. خیلی با خیال راحت سفرم مشکی کردم، این نورش اذیتم نکنه. خیلی خوب بود تو امتحان اصلی. تو ماکینا نبود، مهمم نیست دیگه، حالا شما میخواین برین با کلیت سیستم آشنا بشین. و یه چیز جالبی که ماک داره، همون لحظه که فینیش رو میزنید نمره لیسنینگ و ریدینگتون رو
نشون میده بهتون که چند شده. اسپیکینگ و رایتینگ هم که خب دیگه میره تا حالا مثلا 5-6 روز بعد که جوابش. البته اونجا اونایی که بدون فیدبک و توضیح در واقع امتحان داشتن میدادن، مثلا گفتن 3 روز بعد، 3 تا 5 روز بعد مثل امتحان اصلی. منی که مثلا فیدبک رو هم زده بودم یا مثلا 200,000 تومان بیشتر میدین، فیدبک هم بهتون میده 1 هفته بعد، دقیقاً مثلا سر 1 هفته اومد. یه کمی طولانیه خب آدم، مثلا من کلا 2 هفته قبل امتحان اصلی بود، 1 هفته تو این فکر بودم که قرار چند بشم، ولی فیدبک خوبه به نظرم. فیدبک چیز بدی نبود، یه سری نکات رو میگه که جالبه و اشتباهاتی که داشتین رو میگه. اگه میس اسپلینگ داشته باشین، اشتباه نوشته باشین میگه، شما اینو هیچ وقت نمیفهمین، ولی مثلا وقتی که بهتون میگه که آقا تو مثلا رایتینگ 3 تا 4 تا مثلا میس اسپلینگ داشتی مثل فلان فلان فلان، مثالاش هم برات میاره، حتی متنی که اونجا نوشتی رو برات تو کارنامه‌ات میتونی ببینی چی نوشتی. اون خیلی کمک میکنه مثلا دقت کنی بیشتر که اسپل کلمه رو اشتباه ننویسی، یا یه بار دوباره مثلا بخونی متن تو ببینی که اشتباه ننوشته باشی. توی مثلا اسپیکینگ میگه که اینجوری بگیم بهتره، مثلا اشتباهات گرامریتون اینا بوده، نمیدونم اشتباهات تلفظتون مثلا پرونانسییشن بوده، 2 تا کلمه شبیه به همو یه جوری گفتین که مثلا تریو با 3 مثلا اینا رو یکی گفتین، 2 تا رو گفتین 3 مثلا طرف اینا همه واسه کسر نمره میشه. توضیح میده، خوبه. فیدبک هم چیز خوبیه که آدم انتخاب کنه و فیدبکشو بگیره. ولی خب مثلا اگه میخواین خیلی تو استرس نیافتین اینا، مثلا انقدر نزدیک امتحان اصلی نگیریم. میگم من همه چیم فشرده بود، 0 تا 100ش 2 ماه بود، از روز ثبت نام تا روزی که امتحان دادم. این بین کلاس رفتم، ماک دادم، همه کار کردم. ولی اگه وقت دارین نه، مثلا 1 ماه قبل از امتحان اصلی برین ماک بدین، اصلا 2 تا ماک بدین، یکی ماه اول بدین، یکی ماه دوم بدین، بستگی داره چند ماه بخواید درس بخونید. ولی کلا میگم خیلی نزدیک به چیز ندین دیگه. حداقل همین 2 هفته که من گذاشتم خوب بود که حداقل بعد از اومدن نتیجه هاتون 1 هفته هم وقت داشته باشین که روش کار کنین. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین. ببخشید اگه کم و کاستی بود، توپق زدم، اشتباه گفتم، دیگه تجربیات من بود و چیزایی که یادم مونده بود از امتحان. تا 2 هفته هم تقریبا ازش گذشته. البته من سعی کردم همه رو بنویسم که چیزی از قلم نیفته، ولی خب حالا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. دوباره خواهش میکنم که لایک فراموش نشه اگه مفید بود این ویدیو براتون. چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای جدیدتر و بهتری قرار هست که منتشر کنیم، حالا هم در بخش آنباکسینگ و اینجور چیزا، هم اگه یه موردی مثل این باشه به صورت در واقع توضیح دادنی و شفاهی. و توی این کانال هر چی که راجع به دنیای تکنولوژی، دنیای دیجیتال و ابزارهای مرتبط به این 2 تا باشه، یعنی دیجیتک تولز، ما راجبش صحبت خواهیم کرد. و تو کامنت ها هم اگه سوالی دارین حتما من جواب میدم. هر سوالی براتون پیش اومده بنویسین، البته اگه بلد باشم حتما جواب میدم. و اگه همینطور درخواستی دارین راجب چیز خاصی بخوایم مطلب بذاریم اونجا هم باز میتونین تو کامنت ها بنویسین، حتما استقبال میکنیم. مرسی.